مردی بزلگوی و شوخ طبع و خوش صحبت خواجه نصرالدین پس از سیر و سیاحت طولانی در راه کاروانگذر یک خلطه پول یافت. این پولی کم نبود. او خیلی این سو و آن سو را جستجو کرد و صاحب پول را پیدا نکرد. پس قرار داد که راه شهر عزیزش بخارا را پیش می گیرد. می رود و خانه خوب باغ خوبی می خرد و عاقبت با خرک قدردانش آرام و آسوده زندگی کرده می گردد. با همین گونه آرزو و نیتها غرق خیال در بالای خرک عزیزش نشسته به بخارا در آمد خواجه نصرالدین. خواجه نصرالدین دید که صاحبش غرق خیالهای شیرین به جای از کپروک پول بالای جویبار کلان آرامانه گذاشتن یک جهید و از جویبار خیس زده گذشت. خواجه نصرالدین بیچاره از بالای خر پریده به زمین زد. از چشمهایش شراره پرید. خر باشد گویا که او هیچ گناهی نداشته باشد. روبروی خواجه نصرالدین آمده ایستاد و گویا که می گفت که برو به بالایم شین. های عصبی شد خواجه. های علم کشیده. اکنون از جایش خیسته با مشت و لگد به خر در افتادنی بود که چشمش به موی سفیدان تگی سده افتاد. او زود به خود آمد. در نزد پیرانی سال خورده زدن خر خوب نیست. بهترش به حال خودم میخندم، گفت او خودش به خودش. آخر افتادنی او بر این یک مردک کلان خیلی خنده آور بود. خواجه خنده بلندی کرد و با حیرت دید که کسی به خنده او همراه نشد. کسی نخندید. چی شده باشده؟ چرا کسی نخندید؟ حیران شد خواجه. او دید که پیرمردان همگی خفه و خسته. احوال پرسید. نپرس، گفت موی سفیده. 1 ساعت پیش جعفری سودخور ما را از خانه هایمان پیش کرد. ما از او قرض دار. اگر تا پگاه قرضمان را ندهیم ما بی خانه و بی جای میمانیم، گدا می شویم. اشک چشمان موی سفید به دل مهربان خواجه نصرالدین کار کرد. تو پدر چقدر قرض داری؟ 250 تنکه، گفت موی سفید. من به تو 250 تنکه. بگیر پدری عزیز، قرضت را بده، گفت خواجه نصرالدین و به او پولها را داد. اکنون پیرمرد از شادی اشک میریخت. دیگرها چون این منظره را دیدند به نزد خواجه نصرالدین آمدند و به سوی او دست دراز کردند. خواجه مهربان و رحمدل به چشمهای خسته و امیدوار آنها نگاه کرد و بالخلطه خود را به پیششان گذاشت. بگیرید، اینجا پولی پول به همه‌تان میرسد. قرضهایتان را دهید. مردم شاد و خرسند. آنها با یک جهان منتداری در حق خواجه نصرالدین دعای خیر کردند و ناخواست مرد ریش سیاه بلند خندید. لیکن تو گنده زور از خر غلطیدی، گفت او خندش را به زور نگاه داشته. صدای خنده مردها به آسمان پیچید. بچه ها می خندیدند، زن ها می خندیدند. از همه بلند خودی خواجه نصرالدین می خندید. خیر نباشد، من می روم، خوش باشید. با آنها خیر و خوش کرد خواجه نصرالدین. خدا نگهبانت جوان نیکوکار، خدا نگهبانت، می گفتند از پس او مردم. اکنون خواجه نصرالدین به خلطه پول باز همان
سیاح جهانگرد کمبغلی بود و سیاحتش را ادامه میداد. او پول نداشت، اما از آنکه مردم شاد و خوشنودند شاد بود. روز گذری خواجه به حوض بزرگی افتاد و دید که مردم زیاد جمع آمده هیاهو دارند. او نزدیک آمده دید که در آب مرد با جامه و سله قیمت بها غرق شده ایستاده است. اما هرچند که مردم به او داد میزنند دستت را ده، دستت را ده، او دستش را نمی دهد. خواجه نصرالدین به نزد آنها آمد و گفت: شما مگر نمی دانید که اشراف زاده ها هیچگاه با کسی چیزی نمی دهند؟ با او دست ده نگویید، با او دستم را گیر گویید. ما دستم را گیر، گفت خواجه نصرالدین و مردی در آب بوده همان زمان دو دسته به دستهای خواجه چسبید و از آب بیرون برآمد. این مردی کوش پشتی بینی کج و بدصورت را دیده خواجه نصرالدین از کاری کردش پشیمان شد. آخر او دشمنی اشدی بیچارگان جعفری سودخور را نجات داده بود. خواجه به مردم روی آورد و پرسید: از شما قرضداران جعفر هستند؟ یگان 20 کس دست بالا کردند. مرا ببخشید، گفت خواجه. اگر من او را خلاص نمی کردم شما از او خلاص می شدید و از قرض هایتان هم خلاص می شدید. اما قول می دهم که من او را در همین آب حوض یگان روز غرق می کنم و شما را نجات می دهم. از آن ایام خیلی وقت گذشت. خواجه نصرالدین در همه جا، در همه حالت طرف کم مغلان و مردم عادی بیچاره را می گرفت و بر ضد امیران و بایهای ظالم مبارزه می برد. امیر به خواجه نصرالدین حکم قتل داد. آدمان امیر در همه جا خواجه نصرالدین را می جستند و نهایت او را دستگیر کرده به خلطه کلان انداخته به حوض کلان بخارا برای غرق کردن بردنی شدند. 3 افسر امیر شبانه خلطه را با خواجه نصرالدین کشاله کرده به ساحل دریا آوردند. ناگاه از درون خلطه خواجه نصرالدین آواز بلند کرد: اسکرها، پیش از مرگم یک خواهش دارم. 10,000 تنگه طلایی دارم. آن را شما گیرید و به یگان کسی دهید که نیک و کار و خدا ترس باشد تا پولهای جمع کرده مرا به کارهای خوب صرف کند. نام پول را شنیده گوشهای نوکرها سیخ شد. او خواجه، فکر نکن که ما آدمان بد هستیم. نه، ما تنها وظیفه همون رو اجرا میکنیم. همه خیلی باشد ما آدمانی خوب هستیم، بسیار خوب هستیم. پس از مرگ من به قبرستان قرشی روید و در میان جای 3 قبر 3 کنجه چقوری را یابید. در همان چقوری خرمه چایی هست. در خرمه 10,000 تنگه طلایی. آن را گیرید و به یگان آدمی نیکوکار دهید. گویید که خواجه وصیت کرد که آن را به کارهای خوب صرف کند، گفت خواجه نصرالدین. چون این گپ را شنیدند عسکرهای شاه خلطه را به زمین پرتافتند و دویده راه قبرستان قرشی را پیش گرفتند. در همین وقت از راه جعفری سودخور می گذشت. او خلطه کلان را دید و حیران شد. خواست گشاده بیند که در آنجا چیست. جعفری چشم گرسنه فکر میکرد که شاید کسی پولش را در آنجا فراموش کرده باشد. او دهان خلطه را گشاد و خواجه نصرالدین او را شناخت و از درون خلطه سخت هشتک کشید. از ترس
جان از دست و پای جعفر برآمد. او به زمین افتاد و چشمانش را سخت پوشید. او فکر میکرد که در خلطه دیوی هست و همین لحظه بیرون می آید. خواجه باشد زود از خلطه جسته برآمد و خلطه را به سر جعفر پوچاند و دهان خلطه را سخت بست و پنهان شد. همین وقت نوکرها غضبناک گشته آمدند و با مشت و لگد به خلطه در افتادند. تو اورگرد لعنتی، ما رو فریب دادی، آنا به تو. آنها به داد و وای جعفر نگاه نکرده او را سخت زدند. سپس او را با خلطه آورده به حوض چقور بیتگ پرتافتند. آنها خیلی غضبناک بودند، زیرا خواجه آنها را فریب داده بود و آنها طبیعی است که پول را نیافتند. نیمه شب مردم بخارا جمع آمده خلطه را گریان و نالان از آب کشیده برآوردند تا خواجه نصرالدین عزیز خود را با رسم و رسوم به خاک سپارند. چشمها پر آب، دلها حزین. اما خلطه را باز کرده دیدند که در آنجا جسد جعفر سودخور است. از پس درختان خواجه نصرالدین پیدا شده به نزد آنها آمد. از پس او خرکی با وفایش. دوستان خوب من، فقرای بخارا، من زنده و سلامت، لیکن به قولم وفا کردم. جعفر را در آب انا همین حوض غرق کردم، گفت با تبسم خواجه به مردم. مردم نیز شاد و خوشحال از آنکه خواجه نصرالدین عزیز آنها زنده است. خواجه نصرالدین با این مردم خیر و خوش کرد و سیاحتش را ادامه داد.